سلام. اکثر افراد زمانی که به داروخانه مراجعه میکنن قابل دسترس ترین نوع کاندوم رو بدون در نظر گرفتن نیازشون انتخاب و خریداری میکنن. تو این ویدیو میخوایم معروف ترین کاندوم های موجود توی بازار ایران رو بهتون معرفی کنیم تا هنگام خرید کاندوم بتونید با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرید. لطفاً قبل از هر چیزی این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون تولید کنیم. خب بریم برای معرفی کاندوم ها. کاندوم ساگامی ژاپن. کاندوم ساگامی ژاپن تنها کاندوم خارجی بازار ایرانه. کاندوم ساگامی به دلیل ساخته شدن از جنس پالی اورتان علیرغم ضخامت بسیار کمی که داره استحکام 3 برابر نسبت به کاندوم های معمولیه و بهترین کاندوم نازک جهان به حساب میاد. اما خب به دلیل خارجی بودن قیمتش بالاست. کاندوم تأخیری کاپوت 45 دقیقه. این مدل پیشنهاد اول کاپوت برای داشتن یه رابطه طولانی و لذت بخش. اگه به دنبال داشتن رابطه جنسی طولانی تر هستید به شما بهترین کاندوم تأخیری کاپوت رو معرفی میکنم. ماده تأخیری موجود در این مدل بیش از تمام مدل های دیگه هستش. کاندوم های فضایی. اگه تا به حال اسم کاندوم فضایی به گوشتون نخورده بهتره بدونید بهترین کاندوم خاردار از نظر بسیاری از مشتریان همین مدله. این کاندوم همونطور که از اسمش معلومه با سایر کاندوم ها متفاوته. وجود خارهای درشت و برجسته از جنس لاتکس بر روی نوک و بدنه کاندوم سبب تحریک حداکثری برای جنس مؤنث میشه. آقایونی که در به ارگاسم رساندن شریک جنسی خود دچار مشکل هستند با استفاده از کاندوم فضایی تجربه فوق‌العاده‌ای از رابطه رو تجربه میکنن. کاندوم خیلی نازک کودکس به ضخامت 30 میکرو. این کاندوم بسیار نازک با تکنولوژی خاصی تولید میشه. فقط 300 میلیمتر ضخامت داره. این مدل از جمله مقاوم ترین و نازک ترین کاندوم های جهان به شمار میره و مناسب برای زوجایی که تمایل به استفاده از کاندوم ندارن. این محصول حس گرما رو به خوبی منتقل میکنه و دارای رایحه‌ای لذت بخش برای ایجاد حس فانتزی هست. کاندوم کودکس. حلقه تأخیری موجود در کاندوم باعث فشار بر ناحیه خط نگاه شده و موجب تأخیر در انزال میشه. همچنین تو لایه داخلی کاندوم پودر بنزوکائین استفاده شده که باعث بی‌حسی موضعی و تأخیر در انزال میشه. این نوع کاندوم هیچ نمونه دیگری نداره و منحصر به کودکس. کاندوم بیگ داتس کودکس. این مدل دارای 690 خار درشت بر روی بدنشه که این خارها تا 3 برابر بزرگتر از بقیه کاندوم های خاردار معمولی هستند. کاندوم زیرو کودکس. اگه تمایلی به استفاده از کاندوم ندارید حتما این مدل رو امتحان کنید. احساس رابطه بدون کاندوم ویژگی مدل زیرو هستش. کاندوم زیرو ناچ برای ابتدای ازدواج و مقاربت‌های دردناک گزینه عالیه. کاندوم زیرو خاصیت ضد قارچ هم داره و باعث پیشگیری از عفونت‌های قارچی میشه. کاندوم نوبل کودکس. این مدل همزمان کننده ارگاسم هستش. هم تحریک کننده و هم تأخیریه. این مدل دارای خارهای ریز روی بدنه هستش که تمام ویژگی‌های یک مدل برتر رو تکمیل میکنه. کاندوم نوبل شاید بهترین کاندوم بازار نباشه اما مورد استقبال بسیاری از مشتریات تو این چند سال بوده. کاندوم کلاسیک آلورا کودکس. این کاندوم هیچ ماده تأخیری و برجستگی نداره اما این مدل کودکس دارای رایحه مطبوعی هستش که باعث افزایش لذت جنسی در رابطه میشه. کاندوم نان استاپ. ایجاد تأخیری فیزیکی و دوچندان توسط حلقه از جنس لاتکس برای حبس نمودن خون در انتها و ایجاد بی‌حسی موضعی در محل و در نتیجه تأخیر و لذت بیشتر ویژگی منحصر به فرد این مدله. به همین دلیل اسم این مدل بدون توقف یا نان استوپه که یکی از بهترین کاندوم های تأخیری موجود در بازاره. کاندوم بیگ داتس کاپوت. این محصول بهترین کاندوم در کشور هنده. کاندوم خاردار درشت بیگ داتس دارای 1001 خار نقطه‌ای درشتی که 80% بزرگتر از سایر کاندوم های نرماله. این خارها در سر کاندوم وجود داره و سبب تحریک نقطه جی در زنان میشه.
کاندوم انرژی دیلی کاپوت. کاندوم انرژی دیلی دارای لوبریکانت و حاوی اولرژین، نیاسین و عصاره سوماروته که باعث بهبود اریکشن در آقایون میشه. کاندوم انرژی دیلی به ماده مؤثر تأخیری بنزوکائین آغشته است که سبب تأخیر در انزال و افزایش لذت جنسی میشه. کاندوم اورگاسمی کاپوت. اگه به دنبال اورگاسم با کیفیت هستید، مدل اورگاسمی کاپوت بهترین کاندوم همزمان کننده اورگاسم، خاردار و حلقه دار با عصاره سائوپالمتو برای بیشترین احساس جنسی تحریک کننده و دارای ماده مؤثر تأخیری برای افزایش مدت رابطه هسته. کاندوم کلاسیک کاپوت. میرسیم به ساده ترین مدل کاپوت، یعنی کاندوم کلاسیک. ساده ترین مدل کاندوم که سالهاست در جهان تولید میشه که از بهترین کاندوم های کاپوته و به خوبی از انتقال بیماری های مانند ایدز، HIV و بارداری ناخواسته جلوگیری میکنه. امیدوارم دفعه بعد که برای خرید کاندوم وارد داروخونه میشید دچار سردرگمی نشید و با توجه به نیازتون انتخاب کنید. اگه از دیدن این کلیپ لذت بردین، همین الان اونو لایک کنید و همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنید تا بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون تولید کنیم.